الحاج ملا عبدالسلام حیدری معین ترانسپورت جاده‌ای وزارت ترانسپورت و هوانوردی در سفر به ولایت‌های کندهار، هرات، نیمروز و فرا در رأس یک هیئت متشکل از نمایندگان شماری از وزارت‌ها با والیان و سکتورهای خصوصی آن ولایات درباره اجرای حکم اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در زمینه تثبیت، نظارت و آگاهی دهی لایحه کرایه در زون‌ها و بنادر سرحدی دیدار کرده است. انجینر محمد زاهد همت رئیس دفتر مقام وزارت ترانسپورت و هوانوردی با مدیران اجرایی ریاست‌های مرکزی این وزارت درباره روش کدگذاری صادره و وارده مراسلات اداری، تعقیب و پیگیری مصوبات جلسات مقام رهبری، هیئت رهبری، کابینه و کمیسیون اقتصادی امارات اسلامی نشست برگزار کرد. به سرپرستی رئیس تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت نیمروز با برخی مسئولان سیستان بلوچستان کشور ایران به هدف توسعه روابط ترانسپورتی نشست برگزار گردید و درباره همکاری‌های دوجانبه ترانسپورتی، معیاری شدن وسایط باربری و برخی موضوعات دیگر گفتگو شد. یک باب مسجد در صحن میدان هوایی بین‌المللی کابل از سوی یک شرکت خصوصی به هزینه نزدیک به 5 میلیون افغانی اعمار و به بهره برداری سپرده شد. روند بازگشت حجاج زون جنوب غرب کشور از عربستان سعودی آغاز شد که در اولین پرواز به تعداد 231 تن پس از ادای فریضه حج امروز به میدان هوایی بین‌المللی احمد شاه بابا ولایت کندهار انتقال داده شدند. ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت و هوانوردی به منظور بهبود امور اداری برای کارمندان ریاست‌های تفتیش داخلی و نظارت این وزارت درباره تفتیش و نظارت سمینار 15 روزه برگزار کرده است. و خبر اخیر هم این که از سوی ریاست تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت غزنی سیستم راند نوبت در ترمینال باربری این ولایت به طور منظم جریان دارد و برای تمام رانندگان جهت انتقال اموال تاجران و شهروندان نوبت داده می شود.